به کاغذ اول خوش اومدید. پادکستی برای ورق زدن ایده‌های کلیدی کتاب‌های مهم. امروز به سراغ کتابی رفتیم که میشه اون رو پدر بزرگ تمام کتاب‌های موفقیت دونست. کتابی که در اوج رکود بزرگ اقتصادی آمریکا نوشته شد و هنوز هم نقشه راه میلیون‌ها نفر در دنیاست. بیاندیشید و ثروتمند شوید. اثر ناپل اون هیل. سلام سارا جان و سلام به شنوندگان عزیز. خوشحالم که این کتاب رو بررسی می‌کنیم. بیاندیشید و ثروتمند شوید حاصل 20 سال مصاحبه با بیش از 500 نفر از موفق‌ترین افراد دوران خودش، از جمله اندرو کارنگی و هنری فورد. این کتاب یک دستورالعمل گام به گام برای تبدیل افکار به ثروت ارائه میده. دقیقاً. و برای بررسی این دستورالعمل امروز امیر دانشجوی دکترای اقتصاد بین‌الملل مهمان ماست. امیر، اولین قدم و شاید مهمترین اصل کتاب چیه؟ از کجا باید شروع کرد؟ همه چیز از یک نقطه شروع میشه. آرزوی سوزان. Burning Desire. ناپل اون هیل تاکید میکنه که یک آرزوی معمولی یا یک ای کاش کافی نیست. شما باید یک هدف مشخص و واضح داشته باشید و رسیدن به اون هدف به یک وسواس فکری برای شما تبدیل بشه. این آرزوی سوزان سوخت اصلی موتور موفقیته. این خیلی جالبه، چون معمولاً ما فکر میکنیم با کار سخت باید شروع کرد، ولی هیل میگه با یک فکر و یک آرزوی قدرتمند. خب قدم بعدی چیه؟ چطور این آرزو رو به واقعیت تبدیل کنیم؟ کتاب 6 قدم کاملا مشخص و عملی رو معرفی میکنه. اول، دقیقاً مشخص کنید چقدر پول میخواهید. نه اینکه بگید پول زیاد، مبلغ دقیق. دوم، دقیقاً مشخص کنید در ازای این پول چه چیزی رو میخواهید بدید، چون هیچ چیز مفتی به دست نمیاد. سوم، یک تاریخ دقیق برای رسیدن به این هدف تعیین کنید. چهارم، یک نقشه دقیق طراحی کنید و بلافاصله چه آماده باشید چه نه شروع به اجرا کنید. و 2 قدم آخر که شاید مهمترین بخشش باشه. بله. قدم پنجم اینه که تمام این موارد رو روی یک کاغذ بنویسید و قدم ششم این نوشته رو هر روز 2 بار صبح و شب با صدای بلند برای خودتون بخونید و در حین خوندن طوری تصور کنید و احساس کنید که انگار همین الان به اون هدف رسیدید. اینجاست که قدرت تلقین به خود یا اوتوساجسشن وارد بازی میشه و ذهن ناخودآگاه شما رو برای رسیدن به هدف برنامه ریزی میکنه. و چقدر دسترسی به این دانش و آگاهی مهمه. اینجا میخوام از حامی همیشگی کاغذ اول تشکر کنم. کتاب فروشی مژده، قدیمی ترین و جامع ترین کتاب فروشی رشت که همیشه جایی برای پیدا کردن کتاب هایی بوده که افکار ما رو غنی میکنن. بله، هر کتاب خوب یک سرمایه گذاریه. امیر جان، یکی دیگه از مفاهیم خیلی قدرتمند کتاب ایده شاه فکر یا مسترمایند هست. این مفهوم یعنی چی؟ شاه فکر یعنی ایجاد یک اتحاد هماهنگ بین 2 یا چند نفر که برای یک هدف مشخص تلاش میکنن. از دیدگاه اقتصادی این یک جور هم افزایی یا سینرژیه. وقتی 2 یا چند ذهن با هم هماهنگ میشن، یک ذهن سوم نامرئی و قدرتمندتر شکل میگیره. ناپل اون هیل میگه هیچ فردی به تنهایی تمام دانش و تجربه لازم برای رسیدن به ثروت بزرگ رو نداره و باید خودش رو با آدم‌های متخصص و همفکر احاطه کنه. بسیار عالی. پس به عنوان پیام نهایی، راز اصلی بیاندیشید و ثروتمند شوید چیه؟ راز اصلی اینه: افکار واقعیت‌ها رو می‌سازند. تمام دستاوردهای بزرگ قبل از اینکه در دنیای واقعی ساخته بشن، یک بار در ذهن یک نفر به شکل یک آرزوی سوزان و یک نقشه دقیق ساخته شدن. پس اول باید در ذهنتون ثروتمند بشید تا بعد در دنیای بیرون بهش برسید. امیر عزیز، خیلی ممنون از این تحلیل دقیق و ارزشمند و از شما شنوندگان همیشگی کاغذ اول سپاسگزارم. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.